سلام، من علیرضا. ما این قسمت 11 داماش پلاسی که همونطوری که میدونید فقط از کانال یوتیوب وارش اسپورت پخش میشه. هفته پیش قرار بود که داماش در پلی آف صعود به لیگ 2 با آریوی اسلام شهر بازی کنه. حالا این وسط نمیدونیم زد و بند شد یا حق به حقدار رسید یا حالا هر چی که بود، ما به جای آریو خوردیم به کیای تهران. خلاصه این که ما رفتیم تهران و با کیا بازی کردیم و اتفاقا بازیمونم بد نبود، ولی نتونستیم از موقعیتامون استفاده کنیم و با نتیجه 0-0 برگشتیم رشت. حالا بازی برگشت به زودی قراره توی هوای بارانی رشت و زیر نور پروژکتورهای استادیوم سردار جنگل برگزار بشه و بعد این بازی معلوم میشه که کدوم یکی از این دو تیم قراره توی فینال پلی آف صعود به لیگ 2 جلوی دارایی تهران بازی کنه. شما در مورد این بازی چه فکری میکنید؟ به نظرتون ما میتونیم کیا رو ببریم و دوباره با دارایی منتها این بار توی فینال صعود از پلی آف بازی کنیم؟ نظرتون رو همینجا برام بنویسید. هفته پیش اتفاق دیگه هم افتاد و کانال یوتیوب وارش اسپورت 200 سابسکرایبر رو رد کرد. ممنونم از همه شما 200 اندی نفری که تا این لحظه ما رو فالو کردید. خوشحال میشم اگه مثل همیشه این ویدیو رو لایک کنید و کانال یوتیوب وارش اسپورت هم به دوستاتون معرفی کنید. خیلی مختصر و مفید این بود داماش پلاس این هفته و تا هفته آینده و خبر صعود داماش به فینال پلی آف باهاتون خداحافظی میکنم. به به آفرین. میبینم که ویدیو رو نبستید و تا آخرش میخواین تماشا کنید. اینم یک کارت شارژ ایرانسل برای اولین نفری که ویدیو رو تا اینجا دیده. آقا خانم، جدی تموم شد. فعلا خداحافظ.